وقت بخیر راشد خان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان جایزه جهانی کرکتر یک دهه اخیر 20 تاوره را دریافت کرد. این اولین بار است که یک افغان این لقب را از شورای بین‌المللی کرکت دریافت می‌کند. حکومت افغانستان میگوید طالبان اکنون نیز با القاعده در ارتباطند. شورای امنیت ملی گفته است این دو گروه صاحب ایدئولوژی تروریستی مشترک هستند و با حکومت یکجا می‌جنگند. 3 سناتور مشران جرگه حین اخذ رشوه بالفعل در بلخ بازداشت شدند. مقامات گفتند این سناتوران به منظور ارزیابی به این ولایت سفر کرده بودند. تشکیل پلیس کابل 2 برابر افزایش می‌یابد. حکومت میگوید نسبت به نفوذ کابل پلیس این شهر بسیار کم است و نیاز به افزایش این نیروها در کابل دیده می‌شود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در جریان 24 ساعت گذشته 140 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این وزارت افزوده است که در جریان 24 ساعت گذشته 9 نفر جان باخته و 279 تن دیگر بهبود یافتند. 7 سرباز پاکستانی در بلوچستان کشته شدند. اردوی آن کشور میگوید این سربازان دیروز مورد حمله افراد مسلح بلوچ قرار گرفتند.